یکی از نواختر کارهای توی ایدیت داشتن یک بک‌گراند شلوغ و بی‌ربطه که کل حس و حال ویدیو را خراب میکنه. اما چاره چیه؟ امروز قراره یاد بگیرید چطور مثل یک جادوگر سوزه رو از بک‌گراند پس زمینه جدا کنید. اونها بدون اینکه موها یا لبه های لباس خراب بشه. تو این ویدیو بهترین و سریعترین روش های تمیز رو بهت یاد میدم تا بتونی سوژه رو بذاری وسط هر دنیایی که دلت میخواد. پس لایک رو بکن و بریم سراغ جادوی ادیت. خب دوستان وارد کامپیوتر شدیم و شما باید در اینجا فایل خود را بیارین در قسمت پروژه و روی تایملاین خود درگ اند دراگ کنین که من انجام میتونم و من فایل خود را کوتاه‌تر میسازم تا کار سرعتش چند برابر شه و زودتر انجام شه تا وقت شما رو هم گرفته نشه. خب دوستان روی ویدیو خود دبل کلیک میکنین روی لیر خود و یک کمپوزیشن یا لیر جدید برش باز میشه، یک صفحه جدید در قسمت کمپوزیشن و از بعدی در منوی ویندو میایم و روی برش کلیک میکنیم تا برای شما یک صفحه دیگه در قسمت باز شود. وقتی باز شد روی تو برش در قسمت که هست کلیک بکنین. از این قسمت میتونین سایزش زیاد و کم کنین. همچنین که ببینیم وقتی ما کم میکنم هم سایزی کوچکتر میشه، وقتی شان میکنیم سایز بزرگتر. روی هم سوژه خود کلیک کنین یا کدام مقدارش کش کنین تا قسمت برای شما سلکت شون و قسمت هایی که اضافی بوده رو دیسلکت کنین. از روی کیبورد آلتر گرفته که به حالت سرخ بیایه و دیسلکتش کنین. با دقت دیسلکت کنین. فعلا ما برای آموزش انجام میتیم، در غیر از شما باید خوبتر انجام بدین. خب یک ابزار دیگه هم هست که به خاطر که موها و بعض قسمت های بدن خوبتر در روتو برش بیاین باید از شما از ابزار استفاده کنین به اسم ریفاین اش تول که قسمت از روتو برش است و شما باید که مقدار سایزش بزرگتر کنین تا خوبتر برای شما نمایش داده شود و قسمت هایی که سوژه باید از اونجا ختم شود یا انتخاب شود را انتخاب میکنید. مثلا دور موها قسمت ها که تا خوبتر دیده شود. همونطور که میبینین برای ما و شما قسمت ها را سیلکت کرده، اما قسمت هایی که باید سیلکت شوند. خب دوستان برای ما و شما سیلکت کرده تا هم یک ذره مقدارش هم نماند و از این قسمت میتونین ورژنش تعیین کنین که در افتر افکت های پایین ورژن دوم است و بعد از بالا ورژن سومش هم آمده که قابلیت هوش مصنوعی را داره و خوبتر عملی میسازه. بعد از این کار کردین روی فریز کلیک کنین. خب دوستان برای ما شما فریز انجام شد ولی در این لیر نشان نمیشه. شما باید به کامپوزیشن بیاین و در این قسمت شما میتونین مشاهده. همطور که میبینیم برای ما شما تمام قسمت هاش پاک کرده ولی مقدارش مانه و باید به تنظیمات کار داره که شما میتونین تنظیمش کنید. خب دوستان این از نتیجه روتو برش بود. حالا دیگه هیچ پس زمینه شلوغی نمیتونه جلوی خلاقیتت رو بگیری. تکنیک رو دیدی، حالا نوبت توی که بری روی ویدیوهات خودت پیادهش کنی. اگر جایی از کاری به چالش خوردی برایم کامنت بذار تا راهنماییت کنم. این ویدیو رو همین سیو کن چون موقع ادیت های بعدی قطعا به کارت میاد. برای دیدن تلفن های خفن تر بعدی حتما پیج من رو فالو. مرسی که همراه من بودی تا ویدیو بعدی. فعلا خدا نگهدار.